تصور کنید شبی ظلمانی در خانه‌ای که دیوارهایش انگار از رازهای ناگفته مینالند. تیک تیک ساعت در سکوتی سنگین طنین می‌اندازد. سایه‌ها بر دیوارها می‌رقصند و چشمان درخشان گربه‌ای سیاه گویی از جهانی دیگر شما را می‌کاود. آیا موجودی چنین ساده می‌تواند روحی را به سوی جنون راهنمون کند؟ یا شاید تاریکی حقیقتی در اعماق وجود خودمان نهفته است؟ امشب روایتی از ادگار آلن پو رو براتون بازگو میکنم. داستانی که شما را به ژرفای ترس، گناه و اسرار ناگشوده میبره. همراه من باشید از سایه‌های گربه سیاه. سلام، من ساقیم، میزبان آوای کتاب، جایی که هر هفته با داستان‌هایی از ژرفای ادبیات کلاسیک شما را به سفری در میان تاریکی و تأمل دعوت می‌کنم. امشب اثری از ادگار آلن پو، شاعر و داستان نویس بزرگ قرن 19 آمریکا را بازگو می‌کنم. پو در سال 1809 زاده شد. استاد خلق داستان‌های گوتیک و ترسناک بود. مردی که زندگیش چون یکی از داستان‌هایش پر از رنج و فقدان و راز بود. او در کودکی یتیم شد و در بزرگسالی با فقر و بیماری دست و پنجه نرم کرد. روان آشوب زده‌اش را در آثاری چون گربه سیاه و قلب رازگو به تصویر کشید. پو با قلم جادوییش ما را به درون تاریک‌ترین گوشه‌های ذهن بشر می‌برد، جایی که گناه و عذاب وجدان چون شبحی بی‌رحم در کمینند. اگر شیفته روایت‌های پر رمز و راز هستی، من رو سابسکرایب کنید و این اپیزود رو به دیگران پیشنهاد بدین. آیا آماده‌اید به اعماق این داستان گام نهید؟ پس بیایید آغاز کنیم. من هرگز انسانی عجیبی نبودم یا دست کم چنین میپنداشتم. از کودکی دلبستگی عمیقی به حیوانات داشتم. سگ‌ها با وفاداری بیمانندشان، پرندگان با نغمه های دلانگیزشان و حتی ماهی های کوچک که در تنگ بلورین رقصی آرام داشتند، اما هیچ یک چون گربه ها قلبم را تسخیر نکرده بودند. در میان آنها یکی از همه عزیزتر بود، پلوتو، گربه سیاه با خزی چون شب بی ستاره و چشمانی زرد و درخشان که گویی رازهای روحم را میخواند. همسرم گاه با لبخندی او را جادوگر میخواند، اما من تنها لبخند میزدم تا آنکه سایه ای شوم بر وجودم افتاد. زندگیم در مسیری تاریک فرو رفت. شراب چون دیوی خزنده ذهن و روانم را در چنگ گرفت. آرامش جای خود را به خشم داد و مهربانیم به کینه‌ای ناشناخته بدل شد. پلوتو که روزگاری مایه تسلایم بود، اکنون جز ملال خاطر نمی آورد. شبی در اوج مستی و بی صبری عملی مرتکب شدم که هنوز لرزه بر اندامم می افکند. قلمی برداشتم و چشم پلوتو رو از کاسه درآوردم. خون بر دستانم چکیده بود و ناله دل خراش گربه چون تیری قلبم را درید. از آن شب پلوتو از من گریزان شد، اما نگاه تک چشمش سرشار از سرزنش امانم را برید. پلوتو با آن چشم زخمی هنوز در خانه پرسه می‌زد، اما نگاهش چون خنجری بود که گناهم را به یادم می آورد. شراب خشمم را شعله برتر کرد و در لحظه ای از جنون عملی هولناکتر مرتکب شدم. طنابی بر گردن پلوتو انداختم و او را از درختی در باغ به دار آویختم. هنگامی که بدنی بی جانش در برابر باد تاب می‌خورد،
پنداشتم که از بار گناه آزاد شدم، اما آن شب خواب از چشمانم گریخت. کابوس‌هایی از پلوتو با چشمی کور و گردنی شکسته روانم را آشوب کرد. گویی روحش در سایه ها کمین کرده بود در انتظار انتقام. چند شب بعد فاجعه‌ای رخ داد. آتش چون هیولایی گرسنه خانه ام را بلعید. شعله ها اساسی خاطرات و همه داراییم را خاکستر کردند. هنگامی که با همسرم به ویرانه ها بازگشتیم، تنها دیواری سوخته بر جای مانده بود و بر آن دیوار سایه ای از گربه‌ای با تنابی بر گردن، گویی در گچ حک شده بود. عقلم می گفت این تنها بازی دود و آتش است، اما قلبم در وحشت فرو ریخت. آیا پلوتو هنوز مرا تعقیب می کرد؟ شبی دیگر در میخانه تاریک و پر از دود که بوی شراب و ناامیدی فضا را پر کرده بود، چشمانم به گربه‌ای افتاد. گربه‌ای سیاه، چنان شبیه پلوتو که گویی از گور برخاسته بود، اما بر سینه اش لکه‌ای سفید بود، گویی طرحی از دار که با هر نگاه واضح تر می نمود. نخست پنداشتم خیالی است، اما گربه به سویم آمد، بر پایم پرید و چشمان زردش به چشمانم خیره شد. در لحظه ای از ضعف یا شاید امید به رستگاری او را به خانه بردم. همسرم از دیدن گربه شادمان شد و گفت شاید این موجود آرامش از دست رفته‌ات را بازگرداند. اما از همان شب نخست اشتباه بودن این تصمیم آشکار شد. گربه که نامی بر او ننهادم، گویی سایه ای از پلوتو بود. هر کجا می رفتم مرا تعقیب می کرد. شبها بر بسترم می خزید و در تاریکی به من خیره می شد. آن لکه سفید بر سینه‌اش هر روز بیشتر به طناب دار شبیه می شد. گویی گناهم را به رخم می کشید. کابوس ها بازگشته بودند. پلوتو با چشمی کور و ناله‌ای وهم‌آلود که می گفت تو مرا کشتی. همسرم که آشفتگیم را می دید التماس می کرد که گربه را رها کنم، اما من اسیر بودم، اسیر نگاهی که گناهم را فریاد می زد. روزی در زیرزمین تاریک و نمور، جایی که بوی خاک و پوسیدگی هوا را سنگین کرده بود، خشمم به اوج رسید. تبر را برداشتم، مصمم به نابودی آن گربه شوم. او زیر میزی خزیده بود. چشمان زردش در تاریکی می درخشید. تبر را بالا بردم، اما همسرم دستم را گرفت و با التماس فریاد زد بس کن. در لحظه ای از جنون کور تبر را بر او فرود آوردم. خون بر زمین جاری شد و گربه بی صدا نظاره‌گر بود. در آن لحظه گویی روحم از جسمم جدا شده بود. همسرم که روزگاری نور زندگیم بود، اکنون بی جان بر زمین افتاده بود. خون چون جویباری سرخ در زیر زمین سرد و تاریک جاری بود. قلبم در سینه می تپید، اما نه از اندوه که از وحشت کشف گناهم. گربه با آن چشمان زرد و بی‌رحم در گوشه خزیده بود و مرا می نگریست، گویی قاضی خاموش جنایتم بود. باید راز را پنهان می کردم. زیرزمین با دیوارهای سنگی و مرطوبش پناهگاه گناهم شد. با دستانی لرزان گودالی در دیوار کندم. هر ضربه چون فریادی در گوشم طنین می افکند. عرق بر پیشانیم نشسته بود و بوی خاک مرطوب با بوی خون در هم آمیخته بود. جسد همسرم را با چهره‌ای که هنوز در وحشت منجمد بود در آن گودال جای دادم. با دقت و وسواسی دیوانه‌وار
آجرها را یکی یکی بر آن چیدم. ملات را با دستان سردم مالیدم تا هیچ شکافی در جای نماند. ساعتها در آن تاریکی کار کردم، زیر نور شمعی که سوسو میزد و سایه‌هایی وهم‌آلود بر دیوار می‌افکند. هنگامی که کار به پایان رسید، دیوار چون گوری بی نشان، صاف و بی عیب بود، گویی هیچگاه چیزی رخ نداده بود. پنداشتم که راز من برای همیشه مدفون شده است. گربه نیز گویی با شیطان پیمان بسته بود و ناپدید شده بود. چند روز بعد مأموران قانون به خانه آمدند. خانه را جستجو کردم اما هیچ نشانی نیافتم. با اطمینان به دیوار کوبیدم و گفتم این بنا استوار است. اما در همان لحظه ناله‌ای وحشتناک از پشت دیوار برخاست. ناله‌ای وهم‌آلود چون فریادی از جهانی دیگر. مأموران دیوار را فرو ریختند و جسد همسرم نمایان شد، با چهره‌ای منجمد در وحشت و بر فراز آن گربه سیاه با چشمان زردی که گویی خنده‌ای شیطانی داشت ناله می‌کشید. گربه سیاه فقط یک داستان درباره یک گربه نیست. این یه جور آینه است که نشون میده توی وجودمون چه تاریکی‌هایی پنهان شده. ادگار آلن پو انگار داره بهمون میگه یک لحظه چشمای خودمون رو ببندیم و فکر کنیم اگه یه روز اون سایه‌های تاریک توی وجودمون بیدار بشن چی میشه؟ تو نظرت چیه؟ فکر میکنی گناه و عذاب وجدان همیشه راهش رو پیدا میکنه که برگرده؟ یکم بهش فکر کن. شاید یه گربه سیاه توی زندگی خودمون هم کمین کرده باشه. اگه این روایت شما رو به ژرفای اندیشه فرو برد، دیدگاهتون را با من در میون بگذارید و برام بنویسین که این داستان چه احساسی در شما برانگیخت و اگه مشتاق شنیدن داستان‌های بیشتری هستین منو سابسکرایب کنین و این اپیزود رو با دیگران به اشتراک بگذارید. من ساقی هستم و تا دیدار بعدی در سایه ها محتاط باشید. شاید چشمانی در تاریکی شما را میپایند.